سلام به هواداران سخن ناب، بینندگان و شنوندگان گرامی برنامه‌های ادبی فرهنگی سبزمنیش. ما باز هم با برنامه معرفی شاعران مهمان کاشانه‌های پرمحبت و معرفت پرور شما عزیزان هستیم. امروز برایتان چهره دیگری از اهل قلم، سخنور با دل سرشار از مهر و قلم پرحلاوت را معرفی خواهیم کرد. بانو نسرین، شاعری که سخنش نه تنها به گوش دل می رسد بلکه روح را تازه و اندیشه را نور می بخشد. مهوش که با نام هنری نسرین حسینی در جامعه ادبی شناخته شده است، فرزند سید جواد حسینی بوده در تاریخ 2 مهر ماه میزان سال 1349 خورشیدی در شیراز یعنی شهر غزل‌ها به دنیا آمده است و دانش آموخته ادبیات در مرحله کارشناسی می باشد. او شعر را در دوره راهنمایی از سپید آغاز می نماید و بعد از گذشت چند سال وقتی توانایی خود را در شعر کلاسیکی می بیند، با آموزش بسیار و یاری استادانش شروع به آموختن و سپس سرودن غزل می کند که اکنون در قالب غزل دستاوردهای قابل ملاحظه دارد. بانو حسینی فعلا 8 مجموعه شعری و رمان چاپ کرده است که اینهایند: درد پا به ماه، سیب سکوت، واژه های خاک خورده، قافیه ها فراریند، رمان او آتش بر جان ثانیه ها، مجموعه غزل های او اینجا آسمان سرخ است با مقدمه پروفسور سید حسن امین، پرنده‌ای که پریدن برایش جرم است و رمان مهوش. بانو نسرین 2 مجموعه غزل و 1 رمان دیگر در دست چاپ دارد و چندین مقاله و شعرهای انتخابی او در همایش‌ها و دانشگاه‌های کشور قرائت شده اند و او را بانوی غزل می‌دانند. بانو نسرین عضویت چندین سایت و نهادهای فرهنگی ادبی را به عهده داشته است. حالا با افتخار عضویت ارشد بنیاد جهانی سخنگستران سبزمنیش را پذیرفته تلاش جدی برای گسترش آن می نماید. زندگی نامه و نمونه اشعار او در چندین کتاب‌های سبزمنیش از جمله در کتاب غزلگستران سبزمنیش که در آن زندگی نامه و نمونه اشعار 50 عضو با افتخار بنیاد جهانی سخنگستران سبزمنیش گردآوری شده است، تألیف نویسنده این سطرهای زیبا نیز جای گرفته است. هرچند توی دلیل این تنهایی در قلب خودت به کس ندادم جایی، دست از تو نمی کشم یقین دارم که یک روز خودت به دیدنم می آیی. سوزنده سوز و ساز اسفندی عشق در باغ دلم، شاخه لبخندی عشق، ای همدل و تکیه‌گاه غمهای دلم، در دیده من فر دماوندی عشق. برگرد دلم ز غصه ها لبریز است، درگیر غروب تلخ این پاییز است، چون برگ فتاده زیر شلاق تگرگ، هر روز به دل حمله صد چنگیز است. یک عمر همیشه های و هو می کردی، دل را الکی بهانه جو می کردی. من لحظه به لحظه گرمی عشق تو ولی معشوقه تازه جستجو می کردی.
عزیزان دل، با سلسله برنامه‌های سبزمنیش بمانید و با چهره‌های هنری و فرهنگی سراسر جهان آشنایی پیدا کنید.